سلام داشتای گلم، حالتون چطوره؟ آقا خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره آموزش روکش کردن زینو بهتون بدیم که خیلی از بچه‌ها واسه همین میرن 50 60 تومن پول میدن و الکی پولشون هدر میره، چون آقا نیاز به چیز زیادی نیست. کلا یه دونه ناچار 12، یه دونه ناچار 10، یه دونه پیچ گوشتی 400 دوست. برو بریم. برای اول از همه آقا این دو تا بند اینجا رو باز می‌کنید که واسه من نداره و پاله شده. پس آقا اگه دو تا بندم نداشت میریم سراغ این دو تا پیچ و موره رو پیچ و موره رو از این زیر موره رو با آچار 10 یا حالا شاید فرق داشت نه دیگه، اکثرا آچار 10 با آچار 10 میگیریم که البته این زنگ زده. از این طرف هم با پیچ گوشتی بادش کنیم. برو اوکی براش آقا این یکی هم از این طرف و آچار تخ یا رینگی میگیریمش با پیچ گوشتی بازش کنیم. اینا نیاز به ویدیو و آقا لحظه موعود فرار رسید. در اومد کمربند تکچر، کمربند زینمون هم در اومد. اوکی آقا این کمربند رو میذاریم این کنار جایی گم نشه. براش بریم واسه لحظات ملکوتی. آجی اینو باید یه دست نمیکشید کشید بیرون، چه بعدم از که براش داشته گلم آقا میکشیم بیرون و به چه زینی. اوکی داشته گلم الان که رو زینو باز کردیم میتونیم زینو بشوریم، زینو تعمیر کنیم که این تعمیر رو زین میاد این رو قور میشه بد میشه. اینجا براش باید یه خورده ابری نایلونی چیز بچسبونیم اینجا که این سالم استوار باشه و اینم اینجا آقا چند تا چسب بزنیم. بعد می‌خواستم این روکشه رو در بیارم، میگم باشه روش دیگه فابریک مثلا. برو بریم. چه دنبه یاجی زین 20 سال پیش. خب داشته ما با چسب رازی یه خورده از باقی مانده های روکش زین قبلیمون یه خورده واسه اینجا وصل پینه زدم، امیدوارم اوکی بشه. اوکی باشه آقا حالا به زور روکش زینو بکشیم رو خود زین، فقط حواستون باشه که چروک نیفته. خب داشتای گلم آقا بالاخره با بدبختی گوشتی آجی عالی شد. بالاخره با بدبختی و سوراخ کردن صد جای اینو درست کردیم. فقط داراش این بند فابریکش بود که از اینجا داشت پاره میشد، یه دونه کش مشتی زدیم. البته اینجا اگه فوکس بکنه پاره شد، مهم نیست ولی برای شد عالی. این البته روکش زین قبلی همین زیر باشه شد برای یه روکش زین عمری. برای کیا موافقن آقا بریم روش هم یه پلاستیک بکشیم؟ نه حالا این پلاستیک اندازش نیست، پلاستیک اون بود، ولی براش پلاستیکای مخصوص هستن رو زین. الان برم بیرون اینو ببندم برم بیرون یه قیمتی میکنم، اگه اشتباه نکنم تقریبا قیمتش 15 تومن اینا باشه. میاریم میدیم اون سوکار چیزه تقریبا با 30 تومن یا خودمون اگه بخوایم واسه کنیم با 20 تومن اینا میتونیم یه دونه روکش زین خفن دیگه واسش بذاریم که براش از این محافظت بکنیم، چون واقعا خوبه. ببین اینجا هم براش یه دونه تیکه از این اسمش چیه روکش زین قبلی بازم میذاریم اینجا تفمالش می‌کنیم که براش معلوم نشه، ولی واقعا خیلی خوشگل شدش. واقعا یه جونی دوباره دادیم. این پشتش هم خیلی خوشگل، اصلا یه خوردم چروک نداره، اینجا فقط خورده چروک داره. اوکی براش الانم باید بریم آقا این خوشگل مشکل رو بزنیم اینجا، واقعا خیلی خوشگل شد. برو بریم. اوکی براش برو بریم آقا این زین خوشگل رو بزنیم. برو بریم ببندیمش. خب براش آقا حالا یه خورده از پشت و جلوش تقه میزنیم که راحت بره جا پیچش هم بسته بشه و با هم مماثلی. حالا وقتی زدیم پسشون مماس شد دو تا پیچشو میبندیم. خب براش آقا اینا از این ویدیو بود. یه دونه روکش زین مشتی کشیدم و با شما داشته بولم آموزش دادم که دیگه حداقلش 70 80 تومن ندید به دوستا کار و خودتون راحت بتونید یه دونه روزینه مشتی بار بکشید. آقا لایک یادتون نره، عشق کنید. خدا نگهدار.